تا حالا فکر کردین چرا سقاخونه اسماعیل طلا اینقدر مشهور شده؟ الان هر کی میاد حرم آقا تا به سقاخونه سر نزنه انگار زیارت یه چیزی کم داره. اما بیایید ببینیم چی شد که اصلاً سقاخونه ها ساخته شدن. مشک اولین وسیله آبرسانی به زائرین حرم امام رضا علیه السلام بود. زائرها برای رسیدن به سقاها و آب نوشیدن باید زیاد معطل می شدن. برای همین سنگاب‌ها به میدون اومدن. سنگ‌های بزرگ و توخالی که آب داخلشون ریخته میشد و مردم با کاسه ازش آب برمی‌داشتن. اولین سنگاب سنگ خوارزمشاهیه که توی ورودی موزه حرم قابل مشاهده است. نادرشاه هم در زمان خودش سنگاب دیگری را از هرات افغانستان به مشهد آورد و در صحن انقلاب نصب شد. طی یک فرایند دشوار و زمانبر یخ در زمستان تولید میشد و تابستان در این سنگاب‌ها قرار می گرفت تا زائران آب سرد بنوشند. در دوره فتحعلی شاه شخصی به نام اسماعیل خان نذر کرد که بر روی این سنگاب‌ها سقف بذاره، سقفی که در شأن حرم و زائرهای آقا باشه. اما اون موقع ثروت کافی برای انجام این کارو نداشت. سالها از این نذر گذشت و اسماعیل خان در این مدت به یکی از امیران لشکر ایران در جنگ‌های ایران و روسیه تبدیل شد. در ایام جنگ بسته‌ای از طرف تزار روسیه برای شاه ایران فرستاده میشه و فتحعلی شاه فکر میکنه هدیه‌ای برای صلح. اسماعیل خان که در مجلس حاضره مشکوک میشه. درخواست میکنه که خودش بسته رو باز کنه. شاه هم با اکراه اجازه میده و بسته در صحن کاخ گلستان توسط چند سرباز و خدمتکار باز میشه. صدای انفجار همه اهالی کاخ رو به خودشون میاره و اون موقع است که فراست و کاردانی اسماعیل خان آشکار میشه. شاه برای قدردانی از این کار اسماعیل خان هم وزنش طلا هدیه میده و لقبش در دربار قاجار میشه زرریز خان، خانی که وقتی راه میره ازش زر میریزه. اما مشهدی ها که ساده و بی تکلف بودن به ایشون گفتن اسماعیل طلا. اسماعیل با طلاهایی که داشت به مشهد برگشت و وعده خودش رو عملی کرد و سقاخونه اسماعیل طلا ساخته شد.